متولدین این ماه مثل شعله‌ای زیر خاکسترن. وقتی بیدار بشن همه چی رو روشن میکنن. اسکورپیو، برج کژدم یا عقرب، صورت فلکی متولدین آبانه. نماد این ماه عقربه، کوچیک ولی پرقدرت و دقیق، خطرناک برای دروغ اما مهربون برای صداقت. عنصر آبانیا آب هستش، نماد احساس، عمق و انعطاف، گاهی اشک، گاهی دریا، اما همیشه زنده و جاری. سیاره متولدین این ماه پلوتو هستش، در اساطیر همریشه با هیدیز، خدای دنیای زیرینه، سمبل رهایی از گذشته و تولد دوباره است، مثل بقنوسی که از خاکستر خودش زاده میشه. قبل از اینکه بریم سراغ سنگ‌های این ماه، یه فالوی کوچیک از شما، یعنی ادامه این سفرهای جادویی با ما. گارنت، برای آبان ماهی گارنت یعنی یادآوری خودش، آرام در بیرون و پرشور در درون. تورمالین سیاه، سیاهی این سنگ ترسناک نیست، آرامشه، یادآور این که سکوت گاهی زیباتر از صداست. آکوامارین، هر تکه از این سنگ مثل تکه‌ای از دریاست، خنک، زنده و همیشه در حرکت. و آمتیست، سنگ آرامش ذهن و خواب روشن، رنگش انگار بین رویا و واقعیت معلق. اگه کسی رو داری که مثل آب آروم ولی غیر قابل پیش بینیه، این ویدیو مخصوص اونه، یه آبان ماهی واقعی.